یک بار پیغمبری خدا به پیش یک قبرستان گذشتند. نگاه کردن یک صدای خیلی غمگین از داخل قبر بود. داد میگفت، آواز یک زن بود. پیغمبری خدا که میگوید خیلی رحیم بر امتان خود است، غمخوار امت که هست، راست این قبر در ایستاد و حضرت جبرائیل پرسید: ای جبرائیل، این زن از کدام امت است؟ گفتن از امت توست. این چین قدر داد میگوید؟ گفت در عذاب پروردگار گرفتار است. چی گناه داشت؟ میگوید خوب شد که صدا از خود آواز زن برآید، خود همین زن حکایت کند که چرا پروردگار این را عذاب میکند. وقتی با حکم الهی میگوید این زن که در صحبت در آمد، گفت ای حبیبی خدا، این عذابم از روی من دور بگردان، زیرا 20 سال شد که من در همین عذاب گرفتارم. میگه وقتی از اون پرسان کردن چرا؟ گفت بار در همسایگی ما یک معرکه بود و برای ما آرد آوردن که این خمیر کن. ما در همون معرکه که عرق نوشی کردن 21 نان پخته دادیم. 20 سال است که سر هر یک نان سال عذاب برای من خداوند آماده کرده است، برای یک نانی که برای معرکه عرق نوش ها تیار کرده است.